کردیم با اوباب تاجیکستان. واعظ معروف اسلامی ملا صدرالدین با عیب اشتراک کردن در حرکت اسلامی جماعت تبلیغ با 12 سال زندان محکوم گردید. در این خصوص رادیو آزادی به نزدیکانی محکوم شده تکیه کرده اطلاع داده است. ساکن 35 ساله شهر کویلاب صدرالدین ملایف که پیشتر در اعضایی جماعت تبلیغ متهم شده است، اول سال 2019 با وعده عفو به تاجیکستان برگشته است. ولی 21 سپتامبر ملا صدرالدین را برای صحبت به پروکراتورای گنرالی دعوت می‌کنند. سپس در آنجا دستگیر می‌نمایند. در این نگذشته نسبت ملا صدرالدین پرونده جنایی بافته شده با عیب افراطگرایی آغاز گردید. پدری محکوم شده از قرار دادگاه ناراضی است. در سخن آخرین پسرم یادداشت کرد که حکومت با وعده عفو او را به وطن برگشتن باور کنانید. اینچنین او یادداشت کرد که کودکان نابالغ را تربیت می‌کند. ولی دادگاه این را به اینابت نگرفت و به 12 سال زندان محکوم نمود. گفت خیرالدین ملایف. قانونگذاری گراجدانی جمهوری تاجیکستان ضرری که در نتیجه عملیات یادداشت میکنیم که مقامات کشور در سال 2015 به کودکس جنایی اصلاحات وارد نمود که بنابر آن به محکوم شدگان اعضایان این یا آن حرکت‌ها از آن جمله حرکت‌های اسلامی که پشیمان شده‌اند قرار عفو تطبیق می‌گردد. ولی بعضی از گویان پشیمان شدگان پس از برگشتن به کشور از طرف مقامات با وجود وعده عفو و امنیت دستگیر شده ایستادند. سودی با عدالت تاجیکستان امید نداشته است. نخواد که همه گناه ها و همین 12 سال ما داریم و بطیه مثال 25 سال دیگه 17 سال دیگه این چه خیلی